نتنی اف هزین آسایش ایرو هرمی جی انگام جین لکانتونا جزیره جی دربکه خورد یادن هم لچتین داعش و هم جی لچتین کو انگو کسین کو جبو میتا دولتا ترکیه کار دکن او ین هول ددن آرامیا لهرمی خراب بکن دربکه خورد لواندان آسایش به اپراسیونی که تایبت هم وقت هم لحسکی و هم جی لشداده اپراسیونی که برفرد ساعتین سحاری ده بیک آنی ده انجام اپراسیونا کو بیک آنی ده چلو هفت چته و همین داعشی همجی ین میتا دولتا ترکیه و همجی کسین که دخوازن آرامی حریم خراب بکن گرتن و دناوا کلکا کسین که هاتن گرتن گلک چک و جبل خانه جیش آلیه هیزین قصدی و هاتن دست سر کرن. هیزین آسایش یک اپراسیون هری به باندور ین دناوا دمین داویه ده پیکانی. اپراسیوناش بو اولهی پیک هاتی هرمین حسکی و شدادی دکرت ناوخوه. اپراسیونا برفره آوه کی هم وقت لگلک نقطهان بجاره که ده پیک هات. ناوند راگهان آسایشی لسر مجاری داخویانیک دا. ده داخویانی آگاهدارکنا رایا گشتی یاج اپراسیونی ده و هاته گوتن. هزین آسایشی ده ساعتین سبها چاری آداری ده لهرما حسکی و شداد اپراسیونه که اولهی پیکانین. ده انجام ده 47 چته و کسین درباره وان ده بریارا لیگرنی هی هاتن گرتن. جوان 13 چته این داعشی سه اندامین چته این دولتا ترک آقر کربون. هر وها سیوی کسی دنجی ین هولدان آرامیال هرمی خرابکن بون. لگوری داخویانی چند چک و مادین حشبر ین هاتن دست سرکرینجی و هانه. سه چکین برنو، 12 کلشنیکوف، 7 نارنجوک، 8 دمانچه و بدهان حب و نارکوتیک. هزین آسایش هریما باکور جلاتی سوریه جاره کدن بریارداریا خویش بو آرامیا هرمی دوباره کر و هاب داوی کر. هزین ما وی نهیلن کومین تروریست لهرمی ما بجیه ببن و خرابیه بکن.